سلام مجدد خدمت همه عزیزان چینل بیتفر. به ادامه ویدیوهای قبلی در خدمت شما هستم. خب بعد از اینکه حساب کاربری در بایننس ایجاد کردیم، در این مرحله حالت سکیوریتیش بالا میبریم. خب در ابتدا لاگین میشیم به اکانت بایننس خود. اول اینکه binance.com در قسمت URL تان تایپ میکنین. خب لاگین میشیم. خب در قسمت اول ما ایمیل خود وارد میکنیم، ایمیلی که قبلا ایجاد نموده بودیم. بعد از او پسورد ما رو میخوایی که وارد کنیم. next. یک ایمیل تاییدی به ما میاد، یک کد میاد، وریفیکیشن کد برش میگیریم. او را در ایمیلی که قبلا ایجاد کرده بودیم باز میکنیم و کدش گرفته اینجا پیست میکنیم. قسمت پروموشن کد کپی میگیریم، پیست میکنیم. خب میگن که لاگین میخواین باشین یا خیر، فرق نمیکنه، یا یس میگن یا نو. خب در این قسمت آمده، بعد گزینه ستینگ باز میکنیم. از قسمت اکانت بخش سکیوریتی، در این قسمت چندین مرحله وجود داره که ما را باید فعال کنیم تا امنیت حساب کاربری خود بالا ببریم و مبادا که حساب ما هک شود. مهمترین اونا آندیکیتور می باشه که ما باید دیر فعالش کنیم. به خاطر فعال کردنش تو فاکتور آندیکیتور ما بالای انیبل بایننس گوگل آندیکیتور رو کلیک میکنیم. بعد از این قسمت انیبلش میسازیمش. خب به خاطر فعال کردنش از لحاظ سکیوریتی یک ایمیل و ما شامل کد می باشه. بعد کد کپی میگیریم، وارد میکنیم. Link and authenticator. Scan this QR code and the authenticator app. خب شما هم میتونید از طریق کامپیوترتون این کار انجام بدین، هم از طریق موبایلتون. در موبایلتون میتونید شما گوگل آنتیکیتور رو نصب کنین و بعد این کد اسکن کنین تا لینک شود. و همچنان اگر در کامپیوتر این کار میخواین انجام بدین، شما فقط کافی است که گوگل آنتیکیتور شما اسپیلش پشت کنین، میشه بازش کنیم. خب گوگل آنتیکیتور با این لوگو شما میتونید در موبایلتان نصبش کنین و بعد وقتی که نصب کردین گزینه اسکن شو بزنین. این قسمت اسکن کردین باز وصل میشه و بعضی مراحل دیگه داره. خب گوگل آنتیکیتور این لوگویش هست، به شکل میباشه. شما در کامپیوتر در موبایلتان نصب میکنین. خب حالا از موبایل خود بخوایم که مرحله انجام بدیم، گوگل آنتیکیتور با همین لوگو و با همین رنگ و مشخصات نصب کنین. لطفا متوجه باشین. بجز از این دیگر آنتیکیتورهایی که وجود داره متوجه باشین اونا فکر آورده دروغ می باشه. ببینید که در حدود 100 میلیون بار این نصب شده. در موبایل دارون که رفته، بعد بالای قسمت وقتی که نصب کردین گوگل آنتیکیتور در موبایل هایتان، هم در اندروید هست هم در آی او اس هست، شما بازش میکنین و بعد البته ایمیلتان با اون ایمیلی که ساختین با اون ایمیل وارد میشین و بعد قسمت اسکن QR کد کلیک میکنین و بعد از او کمره موبایلتان بر روی کد گرفته و اسکن میکنین. خب که من می کار کردم در موبایلم و بعد گزینه نکس میکنیم. در این قسمت گفته کد که براتون نشان داده میشه در این قسمت تایپش میکنین. این بسیار یک وقت کم داره که یک ثانیه فکر کنم زمان میده که باید بسیار با عجله کدش وارد کنین. من کدی که در موبایلم هست قسمت وارد میکنم. بله آتورایز شد، فعال شد. در این قسمت میگه تاریخ شما براتون میگه که گوگل آنتیکیتور نصب شد.